ورزشگری 24 ساله تاجیک به صحنه رقابت خواهد برآمد با جودوگی سفید یا با لباس‌های سفید در برابر تیزی گنامین از فرانسه. نظر و سمت تحتمی حاضر می شود و حریف او هم یکم توقف دارد. احساس آمادگی می کند. حق نظرов یکم احتمال بدنگر می کند و به همین ترتیب به صحنه رقابت حاضر می شود. از سمت چپ تصویرهای ما ورزشگر سفید پوش این حق نظرов ورزشگر 24 ساله تاجیک که درخشندگی او را در صحنه رقابت‌های داخلی جمهوریوی دیدیم و این هم پنجمین اشتراکش در گرند اسلم هست، ولی هیچ نتیجه از گرند اسلم ندارد. در مسابقات قطعوی هم اشتراک کرده است، در چمپیونات آسیا، در جام‌های آسیا در مجموع 7 رقابت بین المللی دارد، ولی موفقیت در کارنامه‌اش دیده نمی‌شود. در مورد ورزشگری فرانسه تیزی گنامین ورزشگر 21 ساله همین رو یادآور میشم که او در گرند اسلم این مراتبه دوم هست اشتراک میکند. یکی از ورزشگران نوکار هست. در صحنه رقابت‌های بین المللی فقط یک نشان برنجی در چمپیونات اروپا و 3 نشان برنجی در جام‌های قطعوی یا همان جام اروپا دارد. ببینید با عادی ترین حرکات فنی در بخش کمیکات داور با ورزشگر ما یک کارد زرد جزا داد و این البته تا جای نگران کننده است. از ورزشگران نوکار نباید هراسید. ببینید اجرای اصول حلوک معمولی داخلی یا همان حلوک بین چندان خوب اجرا نشد، ولی به هر حال به نظر می رسد که حق نظرov در برابر این پهلوان فرانسوی خوب اجرای فن می کند، ولی تا به آخر نمی رساند همان حلوک معمولی داخلی را. باز هم موقع زیبای حلوک معمولی داخلی همان اوچیمت بارها اجرا میکند ولی موفق نمیشود. شاید سبک مبارزه را در برابر تیزی گنامین حق نظرov تغییر بدهد، وگرنه ببینید باز شیدو در این رقابت با 3 شیدو احتمال دارد که مغلوب شود و به همین ترتیب حق نظرov ورزشگر ناماشنای تاجیک در برابر حریف و بار دیگر هم اجرای فن میکند، همان فن زیبای پرتابی داخلی یا همان اوچیماتا و این بار با ورزشگر فرانسوی یک کارد زرد میدهند. به همین ترتیب درخشندگی در این رقابت به نظر نمی رسد و بالاخره پرتاب زیبای بالای شانه و ضربه به ورزشگر فرانسوی گنامین به ارمغان میارد و با وجود آن که ورزشگر ما 2 کارد زرد جزا داشت، با یک وزری در این رقابت بازنده است و در بخش کار در زمین هم ورزشگر فرانسوی اگرچه موفق نمی شود ولی کوشش میکند که وقت کشی کند و به این شیوه وقت کشی 1 دقیقه و 6 ثانیه دیگر تا پایان وقت اساسی باقی بماند. اگر حق نظرov تواند یگان اجرای فن کند پس موفق خواهد شد، اما
وقت نشان خواهد داد آیا توان اجرا کردن اصول یا فنون رو دارد یا نه. یک دقیقه دیگر فرصت خوب است یا اینکه ورزشگر نوکار فرانسوی باز یک وزر دیگر میگیرد، ولی به هر حال اجرای اصول از یک سمت به سمت دیگر، از یک جانب به جانب دیگر در حال اجرا شدن است. حق نظرov باید جدی و در عین مبارزه با سرعت تر باشد و همچنین از آن بخش هم هوشیار باشد که در بخش اسیدکنی وزن یا همان کار در زمین حریفان نسبتاً برتری دارند. از این لحاظ باید کار به آنجا کشیده نشد. 31 ثانیه دیگر تا پایان وقت اساسی. به همین ترتیب حق نظرov با یک وزر بازنده است. جابجا گذاری لباس ها. اگرچه ورزشگر فرانسوی هم این دومین اشتراکش در گرند اسلم هست، ولی به نظر می رسد که خوب هنرمندی میکند. ببینید حق نظرov فقط یک سمت حرکت میکند و این هم ببینید ورزشگر فرانسوی به سمت های گوناگون، یعنی با یک اصول نمیتوان در رقابت های بین المللی هنرنمایی کرد یا با یک اصول در رقابت های بین المللی موفق شد. به همین ترتیب دوستان عزیز اولین حضور پهلوانان تاجیک در روز دوم هم با ناکامی به انجام رسید، ولی از وزن 73 کیلوگرم ما امید داریم دوستان عزیز به دسته وزن 73 کیلوگرم میگذاریم، جایی که محمد رحیم سرخانوف در برابر حریف از کشور میزبان رقابت میکند.